سلام، به کانال پنگنش خوش اومدید. امروز قراره درباره حیوانات وحشی صحبت کنیم. اگر به این موضوع علاقه‌مندید تا انتهای این کلیپ همراه من باشید. Los animales salvajes, wild animals، حیوانات وحشی. قبل از صحبت درباره این موضوع باید بگم که وحشی به معنای لزوما درنده نیست. یعنی اینطور نیست هر حیوانی که وحشی محسوب بشه به انسان حمله میکنه یا انسان خواره یا هر چیز دیگه. وحشی به معنای غیر اهلی، به معنای ناسازگار با زندگی انسانی. شاید جالب باشه براتون که ما وحشی رو برای گیاهان هم به کار میبریم و رام شدن رو هم برای گیاهان به کار میبریم. مثلا گندم رو انسان تونست رام کنه. پس وحشی لزوما به معنای درنده نیست. بریم سراغ کلمات. La tortuga، turtle. El mono، monkey. خب از اینجا به بعد دیگه ال و ل رو نمیگم و به عنوان یک تکلیف که خودتون تحقیق کنید که هر حیوان با چه ضمیری میاد و مؤنث و مذکرش به چه شکلی میشه. حیوان بعدی کوکودریلو، کراکودایل و در عامیانه خیلی ها میگن کراک. از هر دو تلفظ و هر دو کلمه رایجه. مورسیلاگو، bat. لئون، lion. اسم لئون خیلی پرکار برده توی فیلم ها هم زیاد دیدید. شاید معروف ترینش لئون حرفه‌ای باشه. elephant، serpiente، snake. اس نمیگیم، اسنیک نه، snake، چون ای قبل از اس وجود نداره. ciervo، deer. ardilla، squirrel. canguro، jirafa، giraffe. zorro، fox. به احتمال زیاد شاید توی ذهن خیلیاتون کلمه زورو بیاد که بسیار الهام بخش شخصیت زورو در فیلم زورو بود. و نکته بعد این که دوتا آر وقتی کنار هم میان گفتیم که این آر تشدید میشه که از زیبایی های اسپانیایی. زورو، فاکس. لوبو، wolf. Game man. Alligator. Oso, bear. Lagarto, lizard. Tigre, tiger. Zebra. Leopardo, leopard. Buitre, vulture. Águila, eagle. Panda. و در نهایت دو تا نکته جالب، هم حیوان شناسی محسوب میشه و هم زبان شناسی. تفاوتی هست بین turtle و tortoise. turtle لاک‌پشتی گفته میشه که عموما در آب زندگی میکنه و tortoise لاک‌پشتیه که بیشتر در خشکی زندگی میکنه. و نکته آخر تفاوت بین alligator و crocodile. alligator آرومتره
تو آبهای تمیز و شفاف زندگی میکنه، صبورتره، خیلی اهل دعوا نیست. اما کروکودایل وحشی‌تر، تو آبهای شور زندگی میکنه، از الیگیتور قوی تره و اگر در یک نبرد تن به تن قرار بگیرن کروکودایل بسیار درنده تر و وحشی تره. امیدوارم محتوای کانال براتون مفید واقع شده باشه. اگر محتوا رو میپسندید لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. سالم و تندرست باشید.